یکی از دوستا زنگ زد، یه خانم آقایی هستن سالهاست بچه دار نمیشن، اطراف تهران منزلشونه و متاسفانه شنوایی و زبونم نداره. یه کار کن اینو درمان بشه، هزینه‌ش رو مثلا ما جور میکنیم. گفتیم بیا. اینجا اومدش اورولوژ دید، گفت بایدش جراحی بشه، واریکوسل داره چی داره، باید جراحی بشه. خیلی ترسیده بود. جلوی در مرکز هی با زبون که به اصطلاح نمیتونه صحبت کنه، با زبون بی زبونی هی ا میکرد و گریه میکرد. من فکر کردم که داره به ما چیز میگه. به خالش گفتم که عدس ما ناراحته، داره چیز میگه. گفت نه، داره به امام زمان میگه امام زمان گوش بهم ندادی، زبون بهم ندادی، بچه بهم ندادی، چی میخوای ازه؟ اینا گریه میکردن. گذشت و عمل شد و بعد از یه مدتی مادرش به من زنگ زد، گفت حاج آقا عروسم حامله است، 3 قلو پسر. مرحوم پدر ما خدا رحمتشون خیلی به من سفارش میکردش، میگفت بابا یه نصیحت بهت بکنم، کارم ازت نمیاد جلوی پای همه بلند شو و راهنماییش کن. میگفتش که بابا ما بچه قومیم، فردا هر کی دیدت نگه خدا لعنت کنه پدرشو، من لنگشو به گور بزنم تو ریاست شو بکن.